ایران دلویری راوستیت یانجی بردوامیوی هیا آیا برسوا اسرائیل و امریکا بوان هیرشان دیچ بیتن کسکه دستی خوب دتا بروان آلوزیان ضرر و زیانمندین سرکین و هیرشا ایرانی بو سر آخا اسرائیل دیکیبن جه محمد عامر دیرشویش رو وکار سیاسی جده هوکی دپرسن هجای محمد گلک بخیراتی سرچاوه ایران دم حتی بیجن جهجی گمان لسر بو دقه و ثانیه خوشی آشکارا کرن که کنگی هرشکت سر اسرائیل لاسرائیل به منعت هر گواکو خواست هرشت کت ندمید بجید نجهید بجید نجید بجید مکر بو چی؟ صباح بخیر ایمان خان خودتا و گهدارتا و ملت ما همیاش تنگاویا بپارزتن و انشاءالله اف نخوشیا وی جارجی کفشار وی جارجی روشهلاتا ناور راست پیداد بتن ما سیاسیت واسا هنش در آفت تنگافتر اما کو حریم کردستانه و خلک کردستانه وید پارزی نه یکم جاره موشک و ترور و سر مراود بن مراود رخیت مراتیت و چتنو سرکردهات یا میا سیاسی زانت ما پارزت انشالله وی جارجی خودت دی هاری کاری وانا بتن از بیم سر اساس موضوع ایمان خان زانی شوی دیتره راستی پرگاف نامید کردستان 24 اساکدار بیم که ایران کومکا موشکا درونا برف اسرائیل و هنارتین راستا خواست چون بر تلویزیون پشکی من برای خدای من از پشتینگی رابیم و آرامی چون نوستم اف آرامی و چون نوستن بساناهی نش بروان پیزانینت لشکرین اوید محین از وقت بشه خبیره که لشکری محیز هر دو لایانات زانم بلکو من شروفه که سیاسی داره شروفه که سیاسی دا سیاست امریکا شروفه که سیاسی دا با بشین سیاست جمهوری اسلامی ابخوا از دب امریکا دست پیکم حقیقتی ما خان واضح هست شکل نینا بیشم همی حولت اداره امریکی ها نوکه اوه که شر بر بلاو نبتن جبر دو کارا هکارک با بشین جهانیه اوروپا امریکا طاقتا هنده ناکه دورا و زیک و رجحلاتا نافراسته پشتی شرح اوکرانیا اوجیک بکوت آلوزیش برنده همی هولدانت خود کتن شر برفره نبتن یا دویب امریکا بخواو باره هل بجارتنا و گره دایه او حکومات امریکی اوید کو بابیشین لشکر یانجی جنازت لشکرت امریکی دما هل بجارتنا ده یانجی جنازه بچن امریکا او حکومت سر ناکوتن تجربه سربورت امریکی و نشاندت هوکا گلکن بحث ناکین یا دوی حقیقت یا بومن مهم مثلا سیاست یانجی پیوندی تفنی آلوز پیوندی جمهوری اسلامی گل امریکا و گل اسرائیل گل کرد مد همی تاریخ ایران نیدا گل امریکا و اسرائیل امریکا با بیشم دو سه سالت حکمرانی مصدقی نبن سالت 52 53 کو بچه که آلوزی کتنا بینوانده یانجی وکو تر هر و هر جور تنسیقک جور هماهنگیک دیدنت نابینا پیوندیت امریکا و پیوندیت ایرانه یعنی ایما خبر خواب دی خود وقتی جمهوری با بیشین آیت الله خمینی داشت سر رای با بیشین موضوع بابت سفارت امریکی و 444 روزا او دیپلمات امریکی دست سر کرین بس دیز آجی جورا تفاهمه که بین وانا ذهبی حتی گهت وقت ترامپی بلکه خواه نوکجیک و تا تخمین آمده یعنی همه هر جهد وقتی از بر تلویزیون ریش خواره پترتر و که شر تقداوت هات بر جاوید من در بکا گرنگ جمهوریا یا مزن جمهوریا اسلامی کد شرمزاری بو جمهوریا اسلامی
چیکرن و جارا که نبی و معلوم جی بی جمهوری اسلامی دی بزاوه که کرد بس بی شوی دروناش ایران و شان جمهوری اسلامی حقیقت سوریا العراق لبنان ویت های نشان هنده بی کو در بکا سوک بد پتر نمایش گرنه که و من تخمینت کرد حقیقت ده اگر مشکت وانا بگهن اسرائیل ایجی که جمهوری اسلامی مبستا من درونت وانا کو پشتی چند ساعتا ده برف منطقه وکی جولان بنو چولک یدن و تا از چین بیشم پیش وقت مدلی خود پیش بینید کردن ده در بک بتن گو بابجين كشتين يعني شيك تلافت وزرارة بازن نامينة وفعلا شيك وصا بيها باشا هجا محمد ديرشوي يكم جار إيران راستا وخوهرش سر آخا إسرائيل كتن في چه پیامک هيا گلو ممکنه دهاتو هيرشن بفيرانگي بردام بنيانجي اوه بيتا دست بيكا شركة دي مازن وكي هندك شروع وكارجي دبيجن دست بيكا شرعي جهاني سيام نخیر از تخمین آهنده ناکم ایک جمهوری اسلامی خواه نابینه یعنی اسرائیل راستی نهوله ره تو زاروکت خلکه بکشی و کسک نبتن وقت بشه دسته تا بگیرتن اسرائیل نکرده به خدا نه و جمهوری اسلامی ویتشتی باش زانت تنانت او اگر از بیش می خلطی آنشک او در برف پاکستان و جیوا شاندی بو جمهوری اسلامی ثابت کرد که اوه نمالا رحمتی بازرگان کرد پیشوا بینا به ایمانه و پیشرو خود عفو آزا کتن و کچکاویا بچی که دی کجتن دی به برسفدان مینتن جمهوری اسلامی اوهانی گلک بوی واضحه و از تخمین ناکم جمهوری اسلامی خورا بینتن در بکا وصا ووشیند که اسرائیلیا مدنیا بکجتن و انجام در شرشیک برفره ببتن باشه هجای ديرشوي بوتشي سرك وزير عراق محمد شيع سوداني جهشتو نجهشت آخا أمريكا إدي هرشا إيران باشي 10 روجان بسر آخا إسرائيل دست بكر بوتشي بشك وان مشكان لسر آخو هريما كردستان وعراق در باز بون چه پیامک دوی اكيدايا بله ایما راستی از ویشی که پرنگک دیتر خوینه منی من اوه هیامک از برای خدمه اف ولایت ایرانی العراقی زمان وانا ادبارا بابجین سردانا شیع سودانی بو دیتنا بابجین قما امریکی عراقی و هاتلی گوهراندنه و پتر یعنی تشبیه ها بصلح حدیبیت کرن اوه تاریخ اسلامی ده اینه که پیغمبر ما صلابت خود سربن گل گاورت قریشی ها پیگ و گهشتین اتفاقه که و شر نکرین یعنی پتر برافندی اوه بخواجیک بومن خواندنک بی که در با جمهوری اسلامی اوه که محاول بدد پچه که سمعت آخواه گرینتن ده در بکا سنوردار بد زمان وانا هاد گوهرینه که پتر هاندرین هنده بین قناغ عولیده گو شیع سودانی اگر بچد امریکا جیک تنها سر مثلا خواه کشانا هزت امریکا بتنوش عراقی و نظارم آنجیده چلوانا کید و دو ماهیه زمان آخفتن وانا بی او ام محتاجی صلحه که نوکی صلحه حدیبیه و پیوندیت عراق و امریکاش قناغا لشکری در کفن ببن قناغا هاریکاری دو دولت سر بخوا یعنی اف گوهرینا شوی آخفتنا ولایت ایرانه و کمنت دوانا سردانا شیع سودانی نشان هنده بی در با ایرانه یا داهاتی یا جک وقت بجد پشتی کو او در بف ایرانه کتل سوریا ده سنوردار بتن
واتا از نواسات بینم که جمهوری اسلامی و حول دای و سفر شیع سودانی دیگ بده برو واجی فیگورت خواه ظلامت خواه المنطقه و دو ماهیه هم ارشد خواه سر امریکا و جهة أمريكي بنجهة أمريكي العراق المنطقة رؤوسان وهم شي زمان وانا هاد باشه حال سروی خاله هجای دیر شوی آیا برسوا اسرائیل دل سروی هرشه چه بیتن ممکنه ایدی ببیت سردما برسو به برسوان نهرشه که بردوام نه ایمان خانه و تقداوت جمهوری اسلامی خود چه تلافت نکریه یعنی اسرائیل بو چرا بده برسوا چه دادن ایگات یا کشتنه نخیر در بکامازن فویدی تریکتیه نخیر جامعه را بری درونت وانا رابن کارابین آهنش نه رابین گوته هی و درونت مهاتن که ولو بتن چه زیانی ببوره یعنی واساب کردی سانایید بشه بس حقیقت از واساتید گم بجا یعنی شوی به در باهنه او نه اینا طرافت الاسرائیلی نشانه تنده نکو ده اسرائیل در بکا دیتره و وشینت راسته زانشا حکومت نتانیاهو حتی نوکت وی شرکل رجحلاتانا و راس الغزا چه بد نانه خواه وان مدنیات خار اوید که حماس رواندین شبکه ده اوه چو سر سه ایوا و خلکیت کجتن و مالت خلکی حکمتان نتانیاهو و سرو بند گتن نانه خواب افکاوان مدنیت که حماس رواندین نتانیاهو حکمت نتانیاهوش بر وی با بجین آریشت نافخواه اسرائیلی محتاجی بهانه که دیتره بردوامی بدر شرع خواه حتی که حماس با بجین غزش حماس پاکت کتن دی هیا اسرائیل بویت شر برفراتر ببد بس اوه نه سیاست اروپا که پشتوانت اسرائیل نه سیاست امریکا نه توش بیر نکه یکم جار الجواد امناهی هلویست امریکا برانبری پرسکاب اسرائیل و گره دای بد نوکو دل داخازا اسرائیل بدد امریکا نوید شر برفره ببد دست پیگه ده بوتا بحثی کرش بر گلک هوکارا و تا او کسید کود زانی وقتی بایدنی اگر بید بیراتر کنگره خواه روزنامه‌وانی دا پشتوانی خواه مطلق با اسرائیل دا دیار کنه چه خواه شاشی که دی ساشی جارک دیتر المایکا زوریب کلمات دانت دست پیکر یعنی نوه بتن بحثا جمهوری اسلامی که در بکاوسا و شینت تلافت هبت و اوی در باهنشی راستی تلافت نبیش بندی از باور ناکم افشاره هنه برفرهتر ببتن باشه هجای دیر شوی جناب هواجی دزانیتن افروکه 36 سال سریاد انفالان بسرگل کرد در باز دبن جوی آلی ولایدی هندک وان هیروش و آلوزین لروشحالات ناوین بتایبتی نوبر اسرائیل و ایران و هزین هف پیمانان و امریکا به مسئله کرد جیوه گره دادن آیا هیچ گریدانک به کردان و نافچه راست وکید بیجن ضررمند سرکه وان هیرشان ممکنه کرد بن دناو عراق دا تو چوا گرید دی ایمان خانزانی دا ما از واسا دست بکم روژا که حریم کردستان چی بیانه و در فتر چی بی حریم کردستان پیدا بی هر روزه وزیر خارجیت وان 4 دولتت گرن جمهوری اسلامی عراق صدام حسینی سوریا ترکیه بیگ و رینشن خاره که ما یان حریم کردستان یا بفطسینتن بس راستی ما وقتا او نیت فطسان دنا منوتا و وی ملتی و که داره می هی بس برام بردا ما یعنی سیاسیت وسایت هاي کو زانین مش ناف دوی وان 4 گرگادا ما قرطال بکن
ازانی سیاستک واسا کرن کو ایتر بری وان دولت آب خواه شینا کو رین خاره پیک و هر چش هی باجاره که رین خاره بونه هیلانا هرما کردستانه سیاسیت ما تایبت الویدره چه نامد مروف ناوه جناب سروک بارزانی بحثی نکتن ازانی به حکمت آخوا شیا ما پارزد او نیت ویت هین دوید ام هشیار بین بگمان یعنی در بیت جمهوری اسلامیت برینو که السر هرما کردستانیت راست او خو یانجی که بریکا ظلامت خو و سازیت آبوری و لیدانا سازیت آبوری و مدنیت هرما کردستانی افنیتا هنی ایا بس تصور آمده یعنی سردانا برز بسرور بارزانی جیک بو واشنطن همه اشارات تندنا حقیقت ما سیاسیت وصاوت هاي و خده هاری کاروانا بتن گو او حقد و نحزیات دل وانا دا بدجی هرما کردستانه بدجی ملت کردستان هی سنوردار بکتن اش وی رخیفشی انشالله او مطرسیا وصا مروف نابینتن هجا محمد عامر دیر شویش رو وکر سیاسی جدهو که گلک سپاس هجا محمد بخیر هاتی